дӯстони ман, рӯзи хушу босаодат дошта бошед ва суруди лаҳзаҳои бо ту буданро ки шеъри шоираи ширинсухан бану Меҳринисо ҳастанд дар иҷрои гурӯҳи Анис шунидед азизон. Бисёр мисроҳои воломақом ҳастанд, бисёр мисроҳое ҳастанд ки мазмунаш баланд аст ва сарояндагон низ сурудро на сароидаанд. Суруди дилчасп аст, дилнишин аст, маънияш баланд аст, оҳанги баланд дорад, хонданашам як ҷазобияти худро дорад. аз ҳамин хотир хостам, чунки мисроҳои шеъриро ман пеш аз ин суруд хонда будам ва аз ҳамин хотир хостам ки ин сурудро баҳратон пахш кунам. хоб, дар ин ҷо як нафари дигар, шунавандаи дигари мо, шунавандаи доимии мо Моҳирабону Шафиева дархост карданд ки суруди эҳузури мақдаматро мехоҳам бишунавам гуфтааст. суруди эҳузури мақдаматро ман дар иҷрои Сафар Муҳаммад ва Пармин Юсуфӣ омода кардам. суруд қалабандӣ ном дорад. исми суруд ҳамин гуна аст, қалабандӣ. хуб, якҷо пахш мекунем, мешунавем якҷо азизон. ин дар таҳрири нав хондаанд сурудро, мебинем ки чӣ гуна сароидаанд. زندگی برهانی من مرده بودم زنده ام کردی بیان جان من مرده بودم زنده ام کردی بیان جان من بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشی با پیش سر میکشی آنجا دلی نالانی من با پیش سر میکشید آنجا دلی نالانی من با پیش سر میکشید آنجا دلی نالان من هر کجا میخورد و بازی بکوشی نازکش داشت با خود نسخه از اصلتی میچگان من داشت با خود نسخه از حسرتی میشگان من جان
جز دعا دیگر چی آید از من و سامان من جز دعا دیگر چی آید از من و سامان من جز دعا دیگر چی آید از من و سامان من. عزیزان دل، در اینجا نامه‌های دیگر هستند در دست من آماده استادند و یک نفر نویسنده است: سلام علیکم اکا جان، نام من خیردین، نام اکام کرامت الله امروز درست دارند. میخوام که از زبان خوش سخن شما یک تبریکات میکردین، بهترین میشید. ما خیردین از کوچه 6، نام کوچه‌ام را بگویید رحمت. خب عزیزان دل، خیرالدین درخواست کرده است که حتما نام کوچه‌شون را بگیریم. کوچه 6 گفته است، من نمیدونم کوچه 6 کجا باشد. یگان تاجیکستان است، یگان شهر نویاش است، یگان شهر نویا رو در نظر دارید. در دوشنبه هستین، در مسکو است، در کجا است من نمیدونم. خب خلاصه که خیرالدین برادر خود، اکای خود رو، کرامت الله رو بر روز زادروزش میخوان تبریک بگویند از زبان ما و گفتند که حتما نمبر کنید کوچه 6 را. برای زادروزش یک سرود چلخان حال کدام سرودی که باشد می شود گفته است. حتما میمونیم، چرا نه عزیزان دل و دوستان عزیز. این نفر صاحب جشن بوده است کرامت الله رو، یعنی که از زبان دادر عزیزش خیرالدین گفتنی هستیم که همیشه شادمان و خوشنوا باش، برای دوستان آب و هوا باش، بخواهیم سربلندی بین یاران، با عمر 100 به ما همچون دوا باش. با کرامت الله عزیز گفتنی هستم که خوشبخت باشند، سرشان درد را نبیند، همیشه در جمع عائله‌شان باشند، همیشه در جمع دوستانشان باشند، همیشه با عزت و احترام باشند و همیشه نفری باشند که فیض و برکت و نصیبشان باشد، همیشه همیشه سربلند و موفق در زندگی بمانند. سرود درخواست کرده شما رو شنونده عزیز کمی بعدتر از یک سرود پخش میکنم، چون در اینجا من علاقه سرود درخواست کرده شما رو نیز آماده اول اینکه آماده نکردم، یکم دوم اینکه اینجا یک سرود دیگری درخواستی هست. بانو تاج سرود از شادروان کرامت الله قربان رو درخواست کرده است. بعد از این سرود من کوشش میکنم که سرود درخواستی شما رو پخش کنم تا یک جا بشنوید سرود چلخان خلف را. خب عزیزان، این حال سرود کرامت الله قربانوف را لعل لبان من بیا میگوید. سرود را بانو تاج درخواست کردند. شیدا میکنی گل، تو چشمان سیاه میکنی گل، مرا مجنون شیدا میکنی گل. نمیترسی دی فردای قیامت که سوزم تماشا میکنی گل، نمیترسی دی فردای قیامت که سوزم تماشا میکنی گل. لبانی من بیا، آفتی جانی من بیا، مهربانی من بیا، مکن جدایی او بی وفایی، مکن جدایی او بی وفایی. فردا میکنی
جانی ناتوانم به شستی تماشا میکنی لالی لبانی من بیا آفتی جانی من بیا مهربانی من بیا مکن جدایی او بی وفایی مکن جدایی او بی وفایی خوردن آبی دریا کم نمیشه بیدی بوست از آن لبان نازو با خوردن آبی دریا کم نمیشه لالی لبانی من بیا آفتی جانی من بیا مهربانی من بیا مکن جدایی او بی وفایی مکن. دوستان عزیز فراموش نکنید برنامه ما مستقیما جریان دارد ما رو همراهی کنید و ساعت در مسکو 15 و 14 دقیقه است. من اینجا سرودهای درخواستی رو پخش کرده ایستادم و نفرانی که میخواند همراه ما در تماس شوند تلفن های ما در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410. دوستان عزیز شما می توانید همراه ما مستقیما در تماس شوید. سرودهای درخواستی تبریکات و گفتنی دارید مرحمت. همچنین ما بخش سوال و جواب داریم. بار دیگر تکرار میکنم برای نفرانی که نمیدونند بخش سوال و جواب داریم. نفرانی که در بخش سوال و جواب شرکت میکنند صاحب مکافات پولی میگردند. دوستان من مکافات پولی امروزینه بخش سوال و جواب 1000 روبل روسی است و نفری که غالب میبراید من اگر اون در حدود روسیه باشد من در کارت سبربانک آنلاینش پیرواد میکنم، یعنی که انتقال میدم مبلغ رو. اگر چه گویم اگر در دیگر منطقه باشد در دیگر جای باشد باکی نیست من مبلغ رو حتما طریق بانکی یا اینکه با شماره تلفنشون میفرستم. از شما فقط دوستان عزیز فعالانه شرکت کردن در بخش سوال جواب است. دیگر مسئله که شما در کجا قرار دارید این مهم نیست، حتما که ما راهی حلش رو مییابیم. در کجایی که قرار داشته باشید مبلغتان رو میفرستیم. از همه مهم این شرکت کردن شماست. از همه مهم سنجیدن خود است. دوستان هیچ گونه ناراحت نشوید اگر باختید برد کردید باز خوب. در اشتراکی در بخش سوال جواب اویدی اشتراکی نفرانی بخش سوال جواب که میخواهند شرکت کنند دوستان من یگان محدودیت ها موجود نیست. هر نفری که میخواهد نوابسته از سن و سال، نوابسته از جنسیت، نوابسته از دیگر میتواند شرکت کند. فقط من سوال رو پیشنهاد میکنم و باید که به سوال جواب گرداند. خب دوستان من چند لحظه پیش که در اینجا یک نامه رو براتون خوندم که خریدیم برادرش کرامت الله رو به روز زاد روزش تبریک گفتند و یک سرود از چلخان خولف درخواست کردن. من راستی یک سرودش رو پیدا کردم و همین سرود رو پخش میکنم، یک جا میشنویم و آیسته آیسته آماده شدن گیرید نفرانی که میخواهند در بخش سوال و جواب شرکت کنند. دوستان من
زهاک را چون کاوتا برهم زنیم با سری بالا قدم در عرصه عالم زنیم و حریم این بر سخن آزاد چون آدم زنیم ما نه آن باشیم بدان و پیش دشمن خم زنیم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم بس خریدان و ستاده دو سبر پرچم زنیم بر خریدان و ستاده دو سبر پرچم زنیم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم بیشترست و رسوا گشت رفت در قسم هر کسی صادق منعزیدش بیداد هر کسی قول و قسم بیشترست و رسوا گشت رفت در قسم هر کسی صادق منعزیدش بیداد متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم بس خریدان بر سریزان و ستاده دو سبر پرچم زنیم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم سریزان و ستاده دو سبر پرچم زنیم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم بر سریزان و ستاده دو سبر پرچم زنیم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم. خب عزیزان دل خستگی را احساس نکنید و سرود درخواستی را اینجا سرود درخواستی بود از چلقان خلف من سرود درخواستی را پخش کردم. دوستان من هوا کمی سرد است در بیرون امروز کمی هم برف بارید ولی خوشبختانه بارش برف قطع کردید لیکن به هر حال هوا سرد است در مسکو. من نمیدونم در دیگر منطقه چگونه است لیکن در مسکو سرد است. تقریبا ساعت 10 به 11 کمی برف بارید هوا سرد شد لیکن به هر حال باز بارش برف قطع کردید. این هم خوب است. راستی نقض نمیبینم خنکی را عموما زمستان را نقض نمیبینم چون ما از یک کشور آفتاب روی هستیم همیشه در گرمی عادت کردیم. زمستان روسیه برای ما خیلی مشکل است. خب عزیزان
بیایید سخن را با سر مهر و محبت و صمیمیت میبریم. از عشق و از نگفته ها و از رازهای خفته ها سخن میگویم. اگر نفری که میخواهد قصه را بگوید، اگر نفری میخواهد که چیز جالبی را بهر من و شنوندگان برساند، اگر نفری میخواهد که یگان پیشنهاد کند، یگان گفتنی اگر داشته باشد، مرحمت تلفن‌های ما در استودیو فعال است. 8967 111 56 46 8965 151 0410. دوستان میتوانید زنگ بزنید و همراه ما مستقیما در تماس شوید. عزیزان دل، وقتی چه گویم جدا گردیده ای که برای بخش سوال جواب است، اون هم نزدیک شده ایستاده است و من کوشش میکنم که بعد از 2 سرود بخش سوال جواب رو شروع کنم. نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند، دوستان من فراموش نکنید از شما فقط جواب گردانیدن به سوال هاست. بعضا سوال های هستند که با وریانت هایش پیشنهاد میگردد. اگر دانستید خوب، ندانستید توکلی یکی از وریانت ها رو انتخاب میکنید. من چه گویم، من میخوام که در اینجا 2 سرود دیگر پخش کنم دوستان، تا که شما آماده باشید و بعد از 2 سرود میخواهم که چه گویم، میخوام که همون بخش سوال و جواب رو شروع کنم که نفری بتواند زنگ بزند و همراه ما در علاقه شود. یک سرود رو پخش میکنم، به نهایت دوستش میدارم. به نهایت در حقیقت من این سرود رو دوست میدارم. سرود است که با یک صمیمیت سرایده است. بهترین نفری که دوستش میدارم این شبنم تاج‌الدین است. این سرود رو سرایده است. سرود نام دارد مبادا مبادا. عزیزان دل، من 2 سرود پخش میکنم. بعد از 2 سرود بخش سوال جواب را شروع میکنیم. نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند آماده باشید دوستان. بعد از 2 سرود میتوانیم که در تماس شوید همراه من و بخش سوال و جواب را یک جا پیش میبریم. مبادا مبادا شبی که نباشی، شراره های دل بمیرن، پرنده ها گریزن از آشیانه خود، سراغی هم دیگر نگیرن. مبادا مبادا شبی که نباشی، شراره های دل بمیرن، پرنده ها گریزن از آشیانه خود، سراغ هم دیگر نگیرن. نفس نفس همون شوند، اسیر دستشون شوند. برای بودن من تو باید بمانی، چو سایه ها با پشت دیوار. با دل تنها بیاری، تمنا بیاری، و مثل هر دقیقه تکرار. نباشی 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 دلگیرم، و زندانی جدایی ها بمیرم بمیرم. نباشی 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 نابودم، علاوه هجر تو سوزن وجودم.
تمنا بیاری تمنا بیاری با مثل هر دقیقه تکرار نباشی 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 دلگیرم با زندانی جدایی ها بمیرم نباشی 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 نابودم علاوه هجر تو سوزد وجودم خب عزیزان دل، ادامه برنامه فرهنگی فراغت ما و شماست و مستقیما روی موج رادیو مهاجر جریان دارد عزیزان دل. و گفتنی هستم که اون نفرانی که میخواند در بخش سوال جواب شرکت کنند، اون نفرانی که میخواند خود را بسنجند، اون نفرانی که آماده هستند بعد از یک صورت دیگر میتوانند زنگ بزنند. بخش سوال جواب را شروع میکنم. نه اونقدر سوال های مشکل هستند چون همیشگی و امیدوار هستم که نفر غالب میبراید و مبلغ مکافات پولی امروزینه را صاحب میگردد. من یک سرود رو پخش میکنم، بعد از سرود صحبت رو ادامه میدیم. Чайчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайка.
خب سامیانی ارجمند شنوندگان رادیو مهاجر دوستان من وقتی آن رسیده است که بخش سوال و جواب را شروع کنم. اگر نفری که میخواهد شرکت کند مرحمت تلفن ما در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410. خب نفرانی که میخوان شرکت کنند در بخش سوال جواب مرحمت فرصت را از دست ندید، زنگ بزنید، یک طالع خود را میسنجید. اگر برد کردید خوب، باختید باقی نیست، در آینده نیز باز میتوانید شرکت کنید. حتی میتوانید پگاه نیز باز در بخش سوال جواب شرکت کنید. برای شرکتتان در بخش سوال جواب عزیزان من یگان محدودیت ها موجود نیست و هر نفری که میخواهد شرکت کند مرحمت زنگ بزند و همراه ما در تماس شود. من از تجربه ها میگویم دوستان عزیز که نفرانی هستند که در فیسبوک یک نفر زنگ میزند میشنویم 7801. الو سلام علیکم. علیکم سلام، خسته نباشید. خب در پخش مستقیم قرار دارید، خود را معرفی میکردید. نام ما فایزدین از ناحیه همدان بودی در شهر روسیه میگفتم موجی. خب در کدام شهر فدراسیون روسیه هستید شما؟ دامادی در ولایت مسکو. بله بله بله. خب فایزدین چی درخواستی دارید؟ چی گفت؟ میخواستم که اولو سعودی خدمت بسنجم سعودی ما اشتراک کنم گذاشت میونه، بعد یک برادرم سال گرازین داشتم کنم و تبریکات میکردیم تمام. خب به هر حال شما اگر آماده باشید من قاعده های بخش رو تکرار کنم. شما یگان مرتبه شرکت کرده اید در بخش سوال و جواب؟ کدام روز شرکت کرده بودید؟ دیروز شرکت کرده بودید؟ خب اگر دیروز شرکت کرده باشید بیایید چی گویم. خب امروز به شما دیگر سوال ها رو میدیم، چون که عادتا من اون سوال هایی که تکرار میکنم اون سوال هایی را که شنوندگان ما به این سوال ها جواب ندادن. در اینجا نفر زنگ میزند. خب اگر آماده باشید، اگر آماده باشید من در اینجا به شما وقت جدا نمیکنم، یک کلمه رو میگیرم و 4 واریانت رو پیشنهاد میکنم. واریانت درستش رو انتخاب میکنید. واریانت درستش رو انتخاب میکنید. 4 واریانت هست در اینجا. به شما وقت داده نمیشود. من سوال رو با واریانتش دو مرتبه تکرار میکنم و خواهش میکنم شما به سوال جواب درست گردانید. یکی از واریانت رو انتخاب کنید. یک سوال نمیبرم نه معلوم که شما بخش رو قاعده هایش رو نفهمیده اید. خب من با شما کوتاهک میفهمونم. شما به 3 سوال ما جواب میگردونید، مبلغ 300 روبل رو برد میکنید. اگر خواهشتون باشد به سوال 4 ما جواب میگردونید، مبلغ شما 1000 روبل میشود. لیکن اگر شما به سوال 4 ما جواب غلط گردونید، مبلغتون کلا میسوزد. لیکن میتوانید که به 3 سوال جواب گردونید، مبلغتون رو گیرید، از ادامه بخش سوال جواب دست کشید، یعنی که 300 روبل رو. لیکن اگر خواهید که 1000 روبل گیرید، مرحمت شرکت کنید در سوال 4، لیکن سوال 4 خوف دارد از آن که اگر جواب نگردانید مبلغتون میسوزد. عادتا نفرانی که به 3 سوال جواب میگویند به 4 نیز جواب میگردانند. در بعضن مورد در عموم من 30 ثانیه وقت جدا میکنم برای جواب گردانیدن سوال ها، لیکن در بعضن مورد سوال ها به نهایت ساده هستند، در اینجا وقت جدا نمیگردد. من به شما آگاه میکنم، مخصوصا این یکم سوالی که من به شما پیشنهاد میکنم در اینجا وقت جدا نمیگردد. سوال به نهایت ساده است، به نهایت ساده. من اگر مخفی نباشد یک چیز رو پرسم پیش از سوال دادن. کدام سال مکتب میانه را ختم کرده اید؟ 2010. خب فکر میکنم فراموش نکرده اید. ربط دارد به زبان مادری. چی دارد؟ آماده باشید. سوال رو پیشنهاد میکنم. کلمه ختلان چگونه اسم است؟ یکم اسم جنس، دوم اسم کل، سوم اسم خاص، 4 اسم جمع. تکرار میکنم. کلمه ختلان چگونه اسم است؟ یکم اسم جنس، دوم اسم کل، سوم اسم خاص، 4 اسم جمع.
خب جواب شما وریانت انتخاب کرد. جدو کاری شما نفهمیدم و چی هم مطلب. بار دیگر تکرار میکنم. کلمه ختلان چگونه اسم است؟ یکم اسم جنس، دوم اسم کل، سوم اسم خاص، چهارم اسم جمع. خب کلمه ختلان کدام اسم است؟ انتخاب کنید یکی از وریانت ها رو. اسم خود. برای چی محض اسم خاص؟ برای که در دیگراش یکم حرفی ختلان نبود، در خودش تو ختلان بود. در اینجا عموما کلمه ختلان گفته نمی شود. گفته است آدم که اسم جنس، اسم کل، اسم خاص، اسم جمع. کلمه ختلان به کدام از این اسم ها شامل می گردد؟ شاملش یعنی چه نظرتان دارین؟ خب من بار دیگر اخیران مرتبه تکرار میکنم. کلمه ختلان چگونه اسم است؟ یکم اسم جنس، دوم اسم کل، سوم اسم خاص، چهارم اسم جمع. اسم کل. اسم کل؟ بله. تغییر نمیدید؟ نه. در فکرتون استوار هستید؟ بله. متاسفانه جواب شما نادرست است. حتما چرا نه. خب برادرتون رو میگفتید کی است اسمش؟ از اون جمع خان. انا میگم از اون دورا خان مخصوصا جمع خان و کم بعد در صورت جمع خان کم در پروڈکشن است. حتما من تبریکشون میگم. براشون کدام سرود رو پخش کنم؟ خدمت هوشی و همدنی بایستی. خدمت هوشی قبول. سلامت باشید. برای زنگتون تشکر. خب دوستان عزیز در اینجا یک زنگ دیگر است. میشنویم 79-29 زنگ زده ایستادند. الو سلام علیکم. علیکم سلام. خسته نباشید. خب پخش مستقیم برنامه فرنگی فراغتی ما و شماست. بخش سوال و جواب شروع گردیده است. اگر خواهید مرحمت شرکت کنید، اگر نخواهید یکون گفتنی دیگری دارید من شما را گوش میکنم. خواهش میکنم صدای رادیو رو کمی پست کنید و اگر که خواهشتون باشد در بخش سوال جواب شرکت کردن مرحمت محدودیت نیست. چرا؟ خب خود رو معرفی میکردید در آغاز. جهانگیر. از کجا زنگ میزنید جهانگیر؟ از شهر مسکو. هوا کمی سرد است، دلها گرم است فکر میکنم. نفهمیدم. یک دقیقه ایستید معین کنم. اگر اجازت باشد فهمم که کدام سال مکتب میانه را ختم کردید چون این به نهایت مهم است. سال 2013. خب سال 2013 که ختم کرده باشید برابر من بوده است. آماده باشید. سوال رو پیشنهاد میکنم. یک لحظه من انتخاب کنم که به شما کدام سوال رو پیشنهاد کنم. سوال روسی نمیدیم چون که برنامه کلان برنامه با زبان تاجیکی پخش میگردد. رادیو موجیر است. در اینجا همه برنامه های ما با زبان تاجیکی پخش میگردند. و برای چی ما از شما زبان روسی رو انتخاب کردید؟ مکتب روسی خونده اید؟ مکتب روسی خونده اید؟ نه مکتب تاجیکی. خوب است که بهتر است که با زبان تاجیکی خودتون حرف زنید و با سوال ها با زبان تاجیکی جواب گردانید. آماده باشید. من سوال یکم رو به شما پیشنهاد میکنم و 4 مصرع شعری هست. من 2 مصرعش رو میخونم و 2 مصرع دیگرش رو شما ادامه میدید و میگویید که مصرع شعری به قلم کی تعلق دارد، یعنی که به قلم کدامی از شاعران و ادیبان کلاسیک تعلق دارد. این تکرار میکنم این از شاعران و ادیبان کلاسیک است. شعر بسیار مشهور است. امیدوارم که شما شنیده اید. با دشمن من چو دوست بسیار نشست.
با دوست نبایدم دیگر بار نشست. دوام دهید. با دشمن من چو دوست بسیار نشست. متاسفانه علاقه کنده شد و این نفر گوشی رو گذاشتند، فرصت ندادند که من دوی مرتبه تکرار کنم. خب عزیزان دیدید که چگونه سوال ها هستند و من مشکلی نیست و میتوانم زنگ دیگری را قبول کنم اگر نفری که میخواد در بخش سوال جواب شرکت کنه. دوستان فعال باشید. سوال ها اینجا سوال های مشکل نیستند و سوال های روزمره هستند. نفرانی که میخواهند شرکت کنند امیدوار هستم که غالب خواهند شد در بخش سوال جواب. کمی غیرت چست و چالاکی لازم است دوستان من تا در بخش سوال جواب غالب برآمد. فکر میکنم سوال ها مشکل نیستند دوستان من. خب از اون که ما رو میشنوید امروی میکنید یک جهان تشکر میگم، لیکن فرصت رو از دست ندید و زنگ بزنید امروی ما هم صحبت شوید. ادامه بخش سوال و جواب است دوستان من. رادیو مجیر هم صدای قلبی شماست عزیزان و 15 دقیقه دیگر تا انجام برنامه مانده است. من اگر باشد قبول میکنم زنگ، اگر نباشد سرودهای درخواستی هستند در اینجا. خب شنونده ما از آدینه هاشم سرود درخواست کردند. خب من میخواهم جمعه خان را از نام جوره خان تبریک بگویم. خب جمعه خان امروز زادروز داشتند. بگذار که 100 ساله ها عمری پربرکت ببینند، همیشه در جمع دوستان باشند، بخت نصیبشان باشد، مددگارشان باشد خدای بزرگ و همیشه در لبشان تبسم باشد. سرودی که بهر این صاحب جشن درخواست کردند من حتما پخش خواهم کرد در جریان برنامه عزیزان. خب دوستان من ساعت در مسکو 15:46 دقیقه است و 14 دقیقه دیگر مانده است به انجام برنامه. نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند من آماده هستم که شما را بشنوم. نه در اینجا من یک سرود را پخش میکنم، بعد از سرود باز برمیگردیم به استودیو دوستان و صحبت را ادامه میدیم. لیکن اگر که نفری خواهش داشته باشد مرحمت آماده باشد و زنگ بزنند بعد از سرود. عزیز یک ترانه ای که فکر میکنم با هم سرایم عالی جلال بشود و همین خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. دمیر بک مرحمت یک جا میخونیم ترانه وطن برای وطن آبادمان. دل بغمی وطن فیگار ما نکنه، کی میکنه جان برای وطن نثار ما نکنه، کی میکنه در بدونه که او شریک ما نشوه، کی میشود حفظ و وفای او شیار ما نکنه، کی میکنه بغمی وطن فیگار ما نکنه، کی میکنه جان برای وطن نثار ما نکنه، کی میکنه
سپاسگزاری خیش را به کل نوازنده ها و هنرمندان از صدق دل میرسانیم که امروز خدمت کردند. اظهار سپاس با انسامبل رقصی گلریز تحت رهبری استاد رقص. خب عزیزان دل ادامه میدهیم برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما را. عزیزان دل اگر نفری که میخواهد در بخش سوال جواب شرکت کند تنها یک نفر دیگر رو میتوانم گوش کنم. خب فرصت نیز آهسته آهسته به انجام رسیده است. در اینجا چند پیش یک شنونده ما زنگ زدند در بخش سوال جواب شرکت کردند و متاسفانه غالب نبرآمدند، لیکن به هر حال یک سرود درخواست کردند برای برادرشان که امروز روز داشتند از شادروان آدینه هاشم. من یک سرود رو آماده کردم از آدینه هاشم و میخوام پخش کنم، لیکن حالانه و کمی بعدتر، چون میخوام یگان نفر باشد که در بخش سوال جواب شرکت کند. عزیزان دل خب در اینجا یک زنگ هست. من علاقه پای بردم که این نفر کیست و زنگ رو جواب میدیم. الو. علیکم سلام، خسته نباشی شادان. الو، صدای من رو میشنوی؟ شادان صدای من رو میشنوی؟ خب فقط خاموش نیستید. شادان، چون من شما رو حلقه میشناسم، فکر میکنم دیگر شنوندگان ما نیز میشناسن شما رو و خب آماده باشید. اگر قاعده های بخش رو شما میدونید تکرار نکنم و بگذاریم زود به سوال و جواب. 4 مصرع شعری رو قرائت میکنم. 30 ثانیه وقت جدا میکنم. بعد از 30 ثانیه میگویید که به قلم کی تعلق دارد مصرع‌های شعری. درست؟ خب یک لحظه من وقت رو آماده کنم. خب شادان آماده باش. من 4 مصرع شعری رو میخونم. 30 ثانیه وقتت میدهم. بعد از 30 ثانیه میگویید که مصرع‌های شعری به قلم کی تعلق دارد. بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همه نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. بار دیگر تکرار کنید. خب قبول میکنم. مطمئن هستید که جواب درست است؟ بله جواب درست است. من جواب را قبول میکنم. جواب شما درست است شادان. خب با سوال یکم شما جواب درست گردانیدید. میگذاریم به سوال دوم. خب شادان یک لحظه من سوال رو از نظر گذرانم و خب شادان در اینجا من شهر رو نمبر میکنم. بله خب دولت رو نمبر میکنم. فقط شما میگوید که پایتختش کدام شهر است. از 5 واریانت یکیش رو انتخاب میکنید. درست؟ شادان صدای من رو میشنوی؟ شادان صدای من رو میشنوی؟ خواهش میکنم صدایتون رو بلندتر کنید شادان و زود جواب گردونید، چون که من فکر میکنم شاید علاقه کنده میشود. خب کدام از این شهرها پایتخت دولت بحرین می باشند؟ یکم محرک، دوم لوسایل. گوگلتون نقص کار میکند شادان. این دیروز وقتی که
бале шумо пай бурдед. Ман бори дигар ёдорас мекунам ки шунавандагони азиз саволҳое ки ҷавобҳои дуруст надоранд ман баъдан боз такрор мекунам дар барномаи дигар. Ба ҳамин хотир дар хотир бигиред, саволҳоро гӯш кунед имрӯз ва омода шавед барои пагоҳ нафароне ки ба саволҳо яъне ки ба саволҳо хоб ҷавоб мегардонанд. Хоб Шодон, агар омода бошӣ, як саволи дигарро ман ба ту пешниҳод мекунам. Ин саволи сеюм мешавад. Дуруст? шумо ба саволи якум ҷавоби дуруст гардонидед, ба саволи дуюм низ ҷавоби дуруст гардонидед. Мегузарем ба саволи сеюм. фикр мекунам савол ба шумо ошност. дар ин ҷо вақт ҷудо намешавад, лекин 5 вариант ҳаст. яке аз вариантҳояшро интихоб мекунед. танҳо як варианташ дар ин ҷо дуруст аст. як варианти дурустро интихоб мекунед ва ҷавоб мешавад дуруст. савол фикр мекунам ба шумо ошност. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки ва ё кадом мақомот ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад? Majlisi Oliy Cumhuriyet Tojikiston ki az du palati boloi Majlisi Milli ve palati payoni Majlisi namoyandagon iborat است. Majlisi Oliy Cumhuriyet Tojikiston yani maqomot Oliy Cumhuriyet Tojikiston مقامات عالی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان می باشد. بله. لیکن شادان یک لحظه. شادان بیایید من وریانت ها رو پیشنهاد کنم به هر حال. سوال درست شود. شادان بیایید بار دیگر من وریانت ها رو پیشنهاد کنم. به هر حال از روی قاعده کار کنیم خوبتر می شود. درست؟ در جمهوری تاجیکستان کی و یا کدام مقامات حقوق تشبث قانونگذاری دارد؟ یکم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان یعنی که پارلمان. دوم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. سوم حکومت جمهوری تاجیکستان. چهارم مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان. پنجم همه وریانت ها. خب وریانت انتخابی شما همه وریانت ها درستن. همون پنجم چهارم همه وریانت ها. برای چی محض همه وریانت ها در اینجا درستند؟ در کدام ماده کانستیتوسیون خوانده بودم من خیلی بود. این سوال چندین بار پیشکش کرده بودیم. بله چندین بار پیشکش کردم یگان نفر جوابی درست ندادند. همه‌اش میشه من سوال رو من جستجو کرده برآمدم در کانستیتوسیون همه‌اش در جدن. خب می توانید کمی یادآور شوید؟ خطا نکنم این در کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در باب خب کمی به یاد بیارید. کانستیتوسیون خوانده بودم در یکی از ماده‌هاش درج گشته بود. خب یعنی که وریانت ها رو من بار دیگر تکرار میکنم. یکم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان. دوم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. سوم حکومت جمهوری تاجیکستان. خب چهارم مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان. پنجم همه وریانت ها. خب وریانت انتخابی شما؟ همه وریانت ها درستند. خب وریانت انتخابی شما که همه وریانت ها درست باشند قبول میکنیم و جواب شما درست است. بله در جمهوری تاجیکستان طبق طلبات کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باب 3 مجلس عالی ماده 58. خب در اینجا یک زنگ دیگر است. همه وریانت هایی که اینجا نوبر کردیم حقوق تشبث قانونگذاری دارند. شادان با 3 سوالی ما جوابی درست گردانیدید و اگر خواهشتان باشد میگذاریم به سوال 4. اگر نه میتوانید که مبلغ 300 روبل رو گیرید از ادامه بخش سوال و جواب دست کشید. یعنی که به سوال خب به سوال 4 که اگر باشد به سوال 4 میگذاریم و در اینجا به سوال 4 من با شما وقت جدا نمی کنم. در اینجا 5 وریانت است. یک وریانتش درست است. یک وریانت رو انتخاب میکنید چون همیشگی. خب 44 چشمه موضع تاریخی و استراحتی است. یعنی که موضع تاریخی و استراحتی در کجا جایگیر است؟ یکم
ناحیه خراسان ولایت ختلان، دوم ناحیه اشکاشیم ولایت مختار کوهستانی بدخشان، سوم ناحیه فرخار ولایت ختلان، چهارم ناحیه شهر توز ولایت ختلان، پنجم ناحیه شهر نوی ولایت سوخت. جواب شما؟ نفهمیدم، بار دیگر. این 44 چشمه در ناحیه ناصر خسروی ولایت ختلان جایگیرد. مطمئن هستید؟ بله بله. فکر رو تغییر نمیدید؟ نه. جواب را قبول کنم؟ بله قبول کنید. متاسفانه جواب شما نادرست است. بله جواب شما نادرست است. اگر خواهشتان باشد بعد از برنامه زنگ بزنید بحث کنید، من دلیل ها رو پیشنهاد میکنم که جواب شما نادرست است. شادان امروز باختید، برای فعال بودنتون تشکر. پگاه باز میتوانید ادامه دهید. سلامت باشید. خب دوستان عزیز من، وقتی جدا شده به برنامه ما الکی به انجام رسیده است و من در اینجا چی گویم، یک سرودی درخواستی بود از شادروان آدینه هاشم که به روز زادروزی صاحب جشن جمعه خان از نام برادرش جوره خان بخشیده شده بودند، درخواست کرده بودند. میبخشیم این سرود رو عزیزان دل و برنامه رو به انجام میرسونیم. خب سرود رو در اجرای شادروان آدینه هاشم میشنویم. دانه ما برق را در پیرهن می‌پرورد، دانه ما برق را در پیرهن می‌پرورد، مرده پروانه را فانوس می‌دارد نگاه، مشتهی آتش بزاران را کفن می پرورد، مشتهی آتش بزاران را کفن می پرورد. در شمر تا بردنی نامش اجازت دادند، در شمر تا بردنی نامش اجازت دادند، اونچه عمر شد زبان را در دهن می‌پرورد، اونچه عمرش زبان را در دهن می‌پرورد. حسن را با عاشقی مجروح مهری دیگر است، عشق را شیرین برای کوه خنده پرورد، عشق را شیرین برای کوه خنده پرورد، میشود در یک سفر شعر ماهی کنعان نامدار، هر کی همچون لعل خود را در وطن می‌پرورد، هر کی همچون لعل خود را در وطن می‌پرورد.
پایش می نهم هر کس سخن می پرورد سر به پایش می نهم هر کس سخن می پرورد هر کی همچون لعل خود را در وطن می پرورد شبی بارانی و یادی تو در سر رسید ناگه به گوشم تق تقیده در